برای تقسیم بندی بالیاژ از دو طرف ابرو، بالای ابرو فرق رو جدا میکنیم، یه مثلث جدا میکنیم، مو رو تو هم جمع میکنیم و یه گیره میزنیم. از این سمت بالای گوش یه سه گوش دیگه جدا میکنیم و یه گیره دیگه میزنیم. دوباره سمت راست یه سه گوش دیگه جدا سازی میکنیم، گیره میزنیم، میذاریم بالا. میایم پشت سر، دوباره مثلث خودمون رو حفظ میکنیم. یه مثلث از روی تاج سر بر میداریم، یه گیره میزنیم. بعد از جداسازی مثلث روی سر دو تا زوزنقه میمونه برامون، زوزنقه سمت راست و سمت چپ. هر دو رو کلیپس میکنیم، میزنیم بالا. این تقسیم بندی ما. یک، دو، سه، چهار، 5 و 6 قسمت. میتونم اینجا رو یکم مرتب ترش کنم که توی فیلم بهتر بتونید مشاهده کنید. ماشاءالله حجم موهاش هم خوبه، مدل قشنگه. این 6 قسمت.